چطورین؟ خوش اومدین به چنل من لیلی هم همونجوری که میدونین. امروز دوباره من تو ماشینمم، سر کار بودم مثل روزای هفته دیگه. توی آفیس بودم، الان اومدم بیرون چون دارم میرم یه چند تا خونه رو نگاه کنم. امروز سه‌شنبه است، روزیه که بروکرها، ریل استیت ایجنت مثل من، یه سری اوپن هاوس ها هستن که میتونم برم ببینم، با خونه ها آشنا بشن و اینا. بعد توی این لیستی که من برای خودم درست کردم که برم نگاه کنم، دیدم خونه ها همشون خیلی خوشگلن. بعد گفتم اصلا دلم نمیاد که شما رو با خودم نبرم، چون مطمئنم که لذت میبرین از اینکه شما هم این خونه ها رو نگاه کنید و تماشا کنید و جزئیاتش رو ببینید و دیزاینش رو ببینید. یکی دو تاش هم اتفاقا دیزاینرهای معروفی ساختن. یکی از دیزاینر ایرانیه که تو سوشال میدیام تقریبا مثلا خب خیلی هم میشناسنش. حالا اگه تونستم اون خونه رو فیلم برداری کنم، قبلش مطمئنا توی ویدیو میگم که این خونه همون خونه است. خیلی ذوق دارم چون عکس‌ها رو که نگاه کردم دیدم خیلی خوشگلن. مطمئنم شما هم خیلی خوشتون میاد. برای همین هیچ جایی نرین، چای و کافیتون رو بیارین، تنقلات رو بیارین، بریم که با هم خونه‌های خوشگل رو نگاه کنین. یادتون نره لایک کنین، سابسکرایب کنین، شیر کنین با دوستاتون اگه فکر میکنین اونا هم از این سبک ویدیو خوششون میاد، چون اینجوری به من خیلی کمک میشه که یوتیوب ویدیوهای منو به آدمای بیشتری نشون بده. خلاصه که همین، بریم ببینیم که چه خبره. از اینجا وارد محله بلر شدیم. محله بلر یه محله فوق لاکچری، خیلی خوشگل و خیلی معروفیه. خیلی هم گرونه، خونه ها همه گرونن، تقریبا بیشتر خونه ها بالای 10 میلیون دلارن. این خونه که داریم میبینیم 65 میلیون دلاره. 7 سال طول کشیده که این خونه ساخته بشه. نیو کانستراکشنه، سال 2023 تموم شده. 9 تا بدروم داره، 13 تا باتروم داره. مساحت خونه 20,000 اسکوئر فیته. زمینش هم 1.4 ایکره. فکر کنم تو این ویدیو فقط این یه خونه رو ببینیم، چون به اندازه کافی خونه بزرگه و اینکه دیتیلز داره و احساس کردم خونه دیگر بذارم خیلی ویدیو طولانی میشه. خب به رسیدیم به اول خونه. همونجوری که میبینین از اون اولش آدم اون واو افکت رو قشنگ به آدم میده. این پراپرتی پر از شیشه های خیلی بزرگه، obviously چون ویو خیلی فوق العاده ای داره، نور خیلی خوبی داره. از در خونه که وارد میشین، طرف چپتون همون پله ها بود که میرفت طبقه پایین، ولی ما مستقیم اومدیم که اولین اتاق خواب رو ببینیم. این اولین اتاق خوابه توی طبقه‌ای که یعنی همکف با در ورودیه. خب همه اتاق خوابا که خب مسلما همون دستشوی خودشونو دارن که حالت شیشه‌ای و خیلی مدرن داره، خیلی ساده است. همون دستشویش واقعا خیلی ساده است، خیلی طیف رنگی هم خیلی نوترال و گری و ایناست. توی این طبقه 3 تا اتاق خوابه که یکیش که مستر بدرومه که الان میریم، 2 تا اتاق خوابم که بغل همه، خیلی شبیه به همه از نظر سایز و همه چیز. این اتاق خواب بالکنی هم داره، ویوش هم که فوق العاده است. راستی اگه تو شیشه میبینین که پای من یه چیز آبیه، کفشام نیستش، این شو کاوره که میپوشیم برای اینکه خونه‌هایی که نو و تمیز کثیف نشه. وارد مستر بدروم شدیم. سایزش خیلی بزرگه، اسکایلایت زیادی داره، یه بالکنی خیلی خوشگل جلوش داره، ویوش فوق العاده است و اصلا همه چی اینقدر باز و خیلی حس خیلی خوبی داره اتاق خوابش و دیزاینش به نظر من خیلی یونیک و خوشگله. حتی تو چشم و حقیقت اگه اونجا باشین، مثلا این پرسن، به نظرم حتی خیلی خوشگل‌تر از این ویدیویی که دارین میبینین. این اتاق 2 تا شاور داره، 2 تا بثتاب داره، 2 تا دستشویی داره، 2 تا کلازت داره. یکیش اون ور اتاقه، یکیش سمت چپ اتاقه. حالا ما اینو داریم نگاه میکنیم، دوباره خیلی شیشه‌ایه. خیلی چیزی هم که دیواید میکنه بثروم و بدروم از هم، میبینین که خیلی بازه. این چوباییه که به صورت عمودی حالت، یعنی دیوار نیست، یه چیزی که هم بازه، همین که در این حال دیواید شده بثروم. خب خیلی خوشگله. اینم کلازتشه. اصولا اون کلازتی که بزرگتره، مثلا کلا 2 تا بثروم که باشه هیز و هرزه، کلازت هم همینطور. و اصولا کلازتی که بزرگتره رو میگن it's a hers closet، چون که مثلا خانوما کلا لباساشون و کفشاشون و اینا بیشتره، یکی رو میگن it's the his closet. اینم این یکی بثرومه که خیلی شبیه اونه، فقط اون سفید بود، این مشکی بود. اینم کلازتشه، همین که میبینین. این کلازته یه کوچولو کوچیک‌تره ولی خب به اندازه کافی بزرگ هست. این جنس روی کلازت ها هم در راه همه چرمه، خیلی خوشگله. و اینم بالکنیشه که خب خیلی ویوش
فوق‌العاده است، یعنی یکی از بهترین ویوهای بلره. میبینید چقدر قشنگه. اینم که زمستون ماه. یکم پوز بدم بهتون. خدایی خیلی حال میده وقتی که زمستون اینجوری همچنان خورشید رو میبینیم. خب این پله های خوشگل رو بگیریم بریم پایین و طبقه پایین رو ببینیم. مثلا این استرکیس یکی از فوکال پوینت های این خونه است دیگه، یعنی وارد که میشی اصلا چشمت میره به این استرکیس، خیلی هم خوشگله. خب یک طبقه پایین کفش که میبینین سنگ، این جلوش یه حالت لیوینگ روم تور داره که فایرپلیس داره، تیویتون رو میذاریم اونور. خب خیلی سالن خیلی خیلی بزرگی داره، مطمئنا کلی جای نشستن و حالای مختلف داره. این طرف استرکیس دوباره یه لیوینگ رومه، یه فایرپلیس خیلی بزرگ داره که با اینش حالت شیشه‌ای، اون بالا سنگای خوشگل ماربل تیره استفاده شده. کل سالن نصفش شیشه است. اینجا هم دوباره یه حالت لیوینگ روم دیگه داره که با همون چوب و اینا دیوایدش کردن. این حالت کاستم مید دیوایدرایی که استفاده کردن با چوبای خیلی خوش رنگ. این طرف سالنم که یه کیچن خیلی 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 مینیمالیست داره. میبینین که واقعا خیلی ساده است، اصلا بیزی نیست. همه چیز انگار یا توی کابینته یا اون پشته. بیلدینگ کافی میکر و آون و مایکروویو همه چی تاپ ناچ. و پشت این آشپزخونم دوباره یه حالت آشپزخونه، یعنی ادامه آشپزخونه است که دوباره یه گاز و آون و ایناست. بیشتر مواقع این پشت آشپزخونه است موقعی که مثلا میخوان غذا درست کنین، این پشت درست میکنی. اگه مهمون دارین، غذا که درست شد روی کانتر جلوی آشپزخونه میذارین. خب حالا میریم این و پشت این دیوایدر رو بگیریم که این فایرپلیس این وسط حالت سی ترو داره پایینش. و اون و بغل کیچن که الان میبینیم یه بار خونه است، یکی از بارهای خونه است که خب دیزاینش خیلی قشنگه. کانترش خیلی مدرنه، خیلی دیزاین نورش قشنگه که حالا الان روشن نبود کانترش. خب میایم بیرون. اینجا باربیکیوشه، برای باربیکیو کردن کلی جا داره برای داینینگ روم گذاشتن. داینینگ روم خیلی بزرگی اینجا گذاشته بود. اینم که استخرشه که اینفینیتی پوله، ویوش که فوق العاده است. مطمئنا جکوزی داره دیگه. واقعا که خودتون ببینین دیگه این تعریف کردن نداره. این بکیاردش واقعا فوق العاده است. این طرف استرکیس هم دوباره یه لیوینگ روم دیگه است که خیلی کوزیه، خیلی ویو خیلی خوبی داره. و یکی دو تا اتاق خواب دیگه هم اینجا هست که الان میریم با هم میبینیم. من این قسمت خونه رو خیلی دوست دارم. این شیشه ها رو، این راه رو که میبینین طرف راستتون شیشه است و ویو خیلی قشنگه. و اون پایینم یه سیتینگ اریایی توی بکیارده که حالا توی ویدیو میریم از نزدیک هم میبینیم. طبقه هم تموم شد. پلا رو میگیریم بریم طبقه پایین ببینیم اونجا چه خبره. یه راهروی خیلی خیلی طولانی بود. تازه من فیلمو زدم روی تون ولی قشنگ راهروی خیلی طولانی بود. اینجا لاندری رومشه، 2 تا واشر داره، 2 تا درایر. بعد دوباره یه دونه اتاق خواب دیگه است. اتاق خوابش خیلی شبیه همه، باتروم شاور همه چی خیلی شبیه همه. متریالی هم که استفاده شده عین همه. آسانسور هم مطمئنا داره این خونه. بعد این طبقه پایینه که اصولا طبقه های پایین همه خونه ها اون فان لولشن، یعنی لولیه که واین سلرش هست، جایی که مثلا میان بیلیارد بازی میکنن، ورق بازی میکنن، کلا مهمونداری میاری اینجا و جیم هست و میدونی اون لولیه که کلا میخوای خوش بگذرونی یا به خودت برسی، مثلا سپا و جیم و اینا هست توی این لوله.
خب واین سلرش خیلی خوشگله، خیلی مدرنه، همش شیشه است و کلی بطری واین جا داره که اینجا بذاریم. دقیقا نمیدونم چقدر، ولی خب دیدین که خیلی خیلی میتونیم بذاریم. یه دونه دستشوی حموم که سایزش هم خیلی بزرگ و خوب و جادار بود. دوره یه فایرپلیس خیلی خوشگل و مدرن اینجا که یه حالت سیلینگ اریای دیگه کرییت کرده. اینا میبینین که توی این خونه خیلی چوب استفاده شده، همون گرما رو میده با اینکه خیلی خونه بزرگه. جیمشه که کلی وسایل و ماشینای مختلف جیمو داره، همش هم شیشه‌ایه، یه طرف هم که آینه است. اینجا هم که سونای خشک و اسپا و اینا هستش. دیزاینش خیلی قشنگه. اون بطابی که اونجا هست و اون شیشه‌ای که اون عکسی که اونجاست خیلی قشنگ بود. این پرسن که اصلا واقعا یه چیزی بود که خیلی خیلی زیبا بود. بعد اینکه یکی دو تا اتاق خواب دیگه هم اینجا بود که من دیگه نرفتم چون خیلی شبیه همن. اینم مووی تیاتر خونه است که خیلی به نظرم یونیکه. من خیلی خوشم آمد که یه حالت بار داره این پشتش با مثلا لایت های رنگی مختلف و سقفش هم خیلی یونیکه، همش با چوب کار شده و خیلی قشنگه. بله این لول هم تموم شد و من نخواستم خیلی دیگه کشش بدم همه بدرومایی که مثلا عین هم بود و نشون بدم، چون به نظرم طولانی میشد و شاید یکم بورینگ میشد. در جریانم باشین که آدرس کانال یوتیوب اول من که فقط هوم تور میکنم هستش توی بایو این چنل و شما میتونه اگه فقط این مدل ویدیو رو دوست دارین یا بیشتر دوست دارین که ویدیوی هوم تور ببینین، اون چنل پر از تور خونه های لاکچری لس آنجلسه. اینم که بکیاردشه، ویو این خونه از هر نقطه این خونه این ویو فوق العاده رو دارین. اینم ویدیوی امروز بود. ایشالا که خوشتون اومده باشه و لذت برده باشین از هوم تور یه همچین منشن خوشگلی توی بلر لس آنجلس. اگر خوشتون اومده دوباره بهتون یادآوری میکنم که یادتون نره لایک کنید و سابسکرایب کنید تا ویدیوی بعدی. مواظب خودتونم باشین. خدافظ.